لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر. لما يكسر قلبي. سلام علیکم دوستان عزیز، روزتون بخیر شدی باشد. امروز دوشنبه با طرفای مکتب چخله که در ویدیو پیش نگفته بودم کارتاشون های مکتب میگیرم. بعدی خونه اومدن ساعت 3 بود، معلمه شون زنگ زد که کارتا همه جدای روز دوشنبه بیاین بگیرین. میرم کارتاشون میگیرم. نه دختر خونه خویای با کودکا را میارم. دختر من باشه امروز من کردم ای مکتب گریپا کم کم قپیدهشه. بی حنیفه هم خواه داشت، گفتم چند روزی بره نبرو وردم شه یه بار پراگولکا بره برارم بود هوای تازه بخوره بره خنکی بد نیسته پگاده سازه. میرم مکتب چیشم کارتاشو نمیگیرم. بعد یک کامنتر رسیده بود که قدر شما به سوادین که نخود کارت را نگاه نکنه نشناسه. راستی دوستان عزیز در همین بین همی دیلوشون فقط ای هر دش در یک جا بدنده خیلی داده که همش در همین جای در بالای همی وی نویستگی بود که دیل تمام ای خیلی مدیسینسکی کارت یکون چی نبود. ما همش جمع کرده خودم توقع کودک مایده کتی شوهرم کرده برامدگی بدن دیگه اهمیت شنم ندادم. کارتاشون گرفتم نصیب شکر کودکا خانه دن زنگ زدمشون این اک میبرویم برمشون اکو معلمه شون دیدم گفته تا ساز نشان گفت رایشون نکرد. های دختر خانه برامدیم کودکا را تا روزی دوشنبه دیگه در خونه هم بعدی و خانه‌ای ممکن بروند نروند تا روز شنبه. میدان پاپوشی گرفته از سگا آوردی در پشتای داما پری پاپوشی انمی سگ شوید راز ما را نمیمونه که خوره. ساعت نشای قدر کارم بسیار بود به فرای بد شدم. اینمی ویا همسایه آغاز داده که برای کشه کتی کودکاتان بخره گفته تا کشتن مونه دادرنی و نمانده میشم خیلی جزیر بود که هم مرا همینجا کشته میشه که نصیب باشه پوست کنیش در سری من بگهی بود. شوهرم وقتی کارش رفتن شده بود و خسته میره و خودم پوست میکنم شه. او جوش آمدگی بسیار در کره دایی هم خیلی بینه قباد همی وای دوره پشم دورم غوصگی و پیشه چی نشده استه او ندرومده استه در بدنش چقدر وایش بسیاره همی گردنشته بسیاری بدای با و پیشه همی او در تر نشده استه او اگر که در اخت استه در بدنش و پیشه او نمیدروی را بینی همقدر او رختستم اویگر اینمی خیلی یک بلو کرده پر کردم او ایسه اوگر کدیستم ایسه نمی پر کردم نصف شوی ساعت 12 شوی اوزی این دیل جگرشم تازه کردم اوزی
درون شپو تازه کردم. چیه نصیب باشه از آب جوش میمونم با نه پوست تازه میکنم و موندگی بونیمش به حد کارش بگیم که قیینی بد شید. شوهرم کار در رفته سردم بگه گفتن یه باره خیلی تازه کنین. میخوای به فرای بودم که گفتم خیلی تازه نکنم پگه کنم با تا پگه شخ میشه. گفتم یکم یه شوهرم جنگ میکنم. خیلی شوهرم اومدن دیدم که منم خیلی پوست نکردم. خیلی آب جوشته زده پر کردم جنگ کردم که پر نمیکردی قدر اوای گجی افتیده قدر پر کردنش قیینی بده. پر نمیکردی و خیلی پوست میکردی اصلا خیلی کارشی رگی شد تا ساعت 12 قریب یکه قفای انمی بودم. یک تا ساعت 4 او بارکه کردم پامنی خونه و درمه لباسای ششتگی هم مشا ته کرده. کودکا که خواب بودم با خونه و در رفتم یعنی ما کردم بالای کراوتکا شده خواب بودن و زمین را هم مشا رفتم تازه کردم روی قالین را. اینم خیلی دوستانی عزیز از این نستی باشه ایره آوی جوش کتی با بوشو پاونی چی میکنم پر میکنم شه با مایده میکنیم ریزه کردن ایمانی میشه. همسایه
دوستان عزیز ولاگی دو روزه بگم ایها جو کم کمکیم خیلی سیونکا کردگی میندار خدمت به هر یک شما بیان میکنم که در ویدیوی پیشینه در حق مادر بهترین دعا کردین، بهترین سخنان را گفتین. دوستان عزیز هر یک شما میندار هستم. راستی دیگر همراه مادر هم صحبت نشیدم. ایدینه بگم بیکار نشم، ایقفا نمی کار باری خودم به حد کار بارم بسیار بود. ایدینه انشالله که با وقت شد که همراه مادر هم صحبت میشم. تا ویدیوی آینده در پناه الله مهربان باشین. خیر.